قریب 1 میلیون تاجیک که در روسیه زندگی میکنند به عنوان مهاجر و کار میکنند. این آیا مشکلاتی را برای جامعه تاجیکستان به وجود آورده و احیانا نفوذ روسیه رو تداوم میبخشه در تاجیکستان؟ 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند؟ دیگر میگه به منطقه به کجا روند؟ با دانغرب روند، به کجا روند؟ مهاجرت مهنتی این کاتگوری، این پروسس گلوبالی است. من گفتم رقم‌های 5 سال پیش 241 میلیون انسان در جهان در حرکت است. بار یگان دولت نیست. ما میخوایم در دولت کار کنیم. چی؟ رحمان گناهگو، عبیدالله گناهگو. نه؟ میگه در تمام دولت‌ها میگه 240 میلیون 250 میلیون مهاجر چرخ میزنه، یعنی مردمی کره دنیا، یعنی هجرت میکنه طرف برای زندگیشون. و در اینجا بیناموسی روی که میگرده میگه که چی؟ ما میریم در دولت کار کنیم. میگه در اینجا رحمانوف گناهگوره، عبیدالله گناهگوره. نه میگه با خودش جواب خود چمیته. امام علی گناهگوره، تو عبیدالله باید جواب میگفتی، تو باید جنایتکاری، تو باید ترمه بشتی، اما آدمی نزدیکی رحمانوف که هستی تو زندان نشدی. اگر نه در جای امام علی دیگه کس می اومد و بیا تو حتما زندان میشه و باید بشه. تو همون بیناموسی، تو همون بشرف قانون ها را میگروردی و در مقابل مردم با شدت مبارزه می‌کردی، تو همون تو دیگه نشده، دیگه نمیشه. بشرف عبیدالله تو ایرا بدون. 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند؟ و با این کار هم کمک به اقتصادیات تاجیکستان است، هم به عائله های خودشان. بعد نمیگه که سیم فایدهش که جیبی ما را پر میکنن، بانک های ما را پر کردن، خونه پدوله ما در پدام قدی دلار های، ایورو های، تیلا های. یگان خواه با امید نشود که سمیل چی میشود؟ آرامی جمعه ما را صلح و ثبات آرامی ما را پاراگراف شده. شخصا امید شدید ما 23 نفر از روز اول این قدر جان کردیم، این قدر مهنت کردیم. نمیمونیم. ما هم 2 نفری ما امید شریف های ای روز اول بدیم ایتاوتم اونا میمونیم. تو در جایی هستی که نمونی، تو در جایی هستی با خلاصگر تو زور شده، با خلاصگر او باید لفته زور شده. تو نفس کشیدن ده تو ترس داری، میترسی که نشا کمی امومالی خیانت کنه. راضی هستی؟ دولتی وصول دارد. خش تو قم خنده ایزا میکشه. شما از پیشوای معظم ملت راضیگی گیرید. البته از پیشوای معظم ملت شما همان باید راضی باشید. البته ما راضی هستی؟ البته ما راضی. این سراسیمه میشه میگه که شما از پیشوای معظم ملت راضیگی گیرید، یعنی دعای خیرتمندانه شب بگیرم یا نمیدونم چیکار کنم باید یا که برام عذر پرسم، بخشش پرسم. از پیشوای معظم ملت راضیگی گیرید. البته از پیشوای معظم ملت شما همان باید راضی باشید. البته ما راضی هستی؟ البته ما راضی. ما باید از سیاست پیشوای ملت راضی باشیم. راضی هستیم میگه. البته میگه راضی ما. این جاهلای دیگه‌اش با این گپا میگن. چقدر شما از سیاستی امام علی راضی میشین که شما ای وطن بیرون شدستین برای شکمتون، در حالی که شما باید در وطنتون کار کنید. از جناب علی راضی هستی؟ البته راضی. من نرخه کی بسته برای جناب علی همه یک جا بپیش برای جناب علی مردم ای طلب پرواز داره میگرده میگه که جناب علی بپیش. از جناب علی راضی هستی؟ البته راضی. ما راضی ام ای جناب علی. شما ای ظالم راضیه؟ شما در ظلم کرده نمی فروشی چیپته کی را من کنید؟ امین شکرم سپانزاده فروشی همین سیورنی ویتر را بند کنید. همین خلق همش همینجا به ایستاده است، روز کنید همه همینجا به ایستاده است. همین کارو ما حل کنید. ما یه پرانه خریده رویم جای کارو ما با رحمت شما که
نمیدم ارزان کردید همین جناب عالی گوش کنید شما از پیشوای معظم ملت روزگی گیرید البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید روزی باشید البته ما روزی هسته البته ما راضی همین خلق همین روز روایی کنید یک 3 روز باز من همین ماهان همینجا با مسافرها عذاب کشیده شدیم بالی بیتون به خوابیم گوش کنید باز زبر ما میگم جناب عالی ما راضی همین یک کار کنید که همین مردم عذاب نکشه خلق بیچاره همه عذاب با التماس از جناب عالی ما وعده‌های دروغ نتیتونه وعده‌های دروغ نتیتون التماس همین مردم یک التماس گوش کنید ما خبر خوشا گوش کنید بس برداریم تمام راهبران ساختارهای دولتی در اساس سیاست نکوکورونه سرور دولت طرفداری از سیاست دولت میکنند و فکر مهاجر مسافر شهروندان ما را شبانه روزی میکنند. شما یادتان باشد من یک چند روز پیش آمده بودم در فرودگاه با تمام مسافران وا خوردم و فهمیدم که حتما طلبات شما قانع گردانیده شد و پروازها اجازه داده شد. لیکن باز من همه شما را دعوت کردن در پروازهایی که اجازه ندارد دعوت کردن باز همینجا این نادرست است. حالا ما چیکار کنیم برای چی من از این روز این جانب نسبت فعالیت آینده شرکت‌هایی که با فعالیت نادرست مشغول هستند نرخ چیپتر را زیاد میفروشند از جانب ساختارهای قدرتی داخلدار چاره‌جویی کرده میشود و پیش روی این گرفتن ما خودی حاضر از پسی اجازت همین پروازها میشیم از این سپس چیپتای قیمت نخرید چیپتر را خریدید همه در رسانه چیپتر خرید رسید طلب کنید ما کوشش میکنیم اجازت داده شد محترم یعنی ما هممون باید یک تکم زنید التماس محترم سپانزاده همین خلق کارش حل کنید التماس از جناب عالی هم ما التماس میکنیم که همین کاری خلق ما گسیل کنه ما رویم محترم سپانزاده ما علمین به ما نیت داریم همین خلقی بیچاره همه قرض گرفتگی میدونید چخیل مردم ما از جناب عالی ما راضی حرکت کنید ما بسیار کنید ما رویم اوید با اجازت شرکت پروازش و شما را برده رساندن ما خودی حاضر از پس همین میشویم بررسی میکنیم و ما باید فراموش نکنیم دولت ما تینج است مستقل است 30 سالگی استقلالیت داریم همه ما از حکومت کشور راضی هستیم البته چونه از جناب عالی راضی هستیم البته راضی من نرخه کی بسته برای جناب عالی همه یک جا بپش برای جناب عالی ما این کارا این کار نمی کاریم این کار حل ما این کار حل میکنیم کوشش میکنیم حسد التماس من جوابش کنیم همین ما یک گوش کنیم محترم مسافران شهروندان شما میخواهید که همه مسئله سر وقت حل خود را یابد البته حاضر یگان خیل گپی ایغو انگیزایی که سیوه نیویت گفتید که به شما تلفنی ما را داد ای بی ساختاری دولتی گوش نکنید راز از پسی کارها همه شما را خبردار میکند که همین پروازها در دایره طلبات عملی کرده میشود این نسبت این مسئله ما همین چند روز دوام دارد بلیت قیمتیش یک چیز گوش کنید من گپ زنم وقتی که پیش از دوره پاندمی پروازها آزاد بودند در دوام یک سالی دراز طلبات سالانه مسافران قانع گردانیده میشه همین خیلی است حاضر باشد از 1 اپریل اجازه داده شد برای پروازها بین تاجیکستان و روسیه 1 ایون 2 ماه می شود و در این 1.5 ماه طلبات سالانه مسافرکشانی به سمت فدراسیون روسیه
خانه گرداندن همیشه دشوار است و اینا ما باید درک کنیم. الان با به اویپیکاری به واسه سروای دولت پروازها زیاد شده ایستاده‌اند، خط سیرها افزایش خوب است. از همه مهم برای هر یک مسافری ما دسترسی به چیپتای ارزان خودتون من میدونید که در تمام نقطه‌های فروش 5800 5600 شده سالگی چیپتا. همه این غمخوری برای شما از جانب حکومت کشور است. میندار هسته؟ البته مینداریم. برای همین حاضر از پس کارها یگان خیل گپی زیادی باید نشود، اجرا میشود. با همین دکتر میگذاریم، همین دکتر میگذاریم. محترم آزاده، همین دکتر ما کاربین گذاشتیم، شب دو بار علاقه 150 تومانی داده گذاشتیم. همین ما چیکار کنیم؟ برای خانه گردان این مشکلی نیست. ما کاربری میکنیم و کوشش میکنیم روی حلش رو یابیم. کوشش میکنیم. برادرو شهروندان محترم، حاضر آرومکت از پسی کار و یگان خیل گپای آدم همین محترم سپاسگزارم، همین خلق همینجا به ایستادیم، همین بیلت خریدگی ما چیکار کنیم؟ ایستید اویدی بررسی این مسئله ما پیگیری و کاربری میکنیم. ایستید ما خبردار میکنیم شما فقط انتظاری جواب شوید، از پس کارها روید. کجا رویم ما؟ ما بیلت گرفتگی بیلت ما ایستاده فراموش نکنید دولت ما تینجی آسوده است. البته دولت های همسایه دیده است، همین خیلی است. دولت های همسایه برای همین تینجی از همه چیز مقدس است. این ما باید پایداری کنیم. راضی هستی؟ دولت ما اصول دارد. شما با زمان من سر دادن یا ندادن حقوق نیست، ولی طلبات جاری است. طلبات باید رعایت کرده شود. بعد اجازه ما از پس اجرایش همین کار میشویم. ما به شما گپ زدیم و گفتیم نشد باز پگاه سحر هم من میبیام. کوشش میکنیم که مسئله مثبت مسئله ما کوشش میکنیم در فرصتی کوتاه‌ترین مسئله در دایره قانونگذاری حل خود را یابد. سه بار امروز سودیم. کوشش میکنیم. کرونا ویروس سه بار گرفت شدیم. مسئله کووید هم ما کوشش میکنیم که کووید خیلی بکن کنیم. مشکل برادر محترم طلبات جاری است. وقتی که طلبات رعایت نمی‌شود مسافران باید از جانب شرکت به فرودگاه دعوت کردن نشوند. کی دعوت میکنه؟ کدام شرکت؟ یعنی مسئله نسبت این شرکت در دوره طلبات ما کنی میبینیم، همش هم میآموزیم. شما رو آگاه از همه مهم باید ما تحمل پذیر باشیم، با اغوا دادن نشویم. از پسی کاروش ما نسبت اجازت پرواز از چاره‌جویی کرده کاربری میکنیم. شما محترم مسافران بیاید ما هم رویم از پسی کار شویم، تستر بینیم. شما هم از پسی آمادگی به سفر. همین رئیس کوشش میکنیم مثبت حل شود. خب